شما امروز پرچمی را به دست گرفتید که آرزوی مردم است که پرچم برافراشته شود و در قلعه‌های بلند هندوکش این پرچم نصب شود. کنفرانس ملی رسانه‌ها صلح پایدار و روند مصالحه از سوی دفتر مدیوتیک افغانستان در ولایت بلخ برگزار شد. مدیوتیک افغانستان در پهلوی سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعیشان سر مسائل صلح چندین سال از پی هم برنامه‌ها و کارکردهایی داشته و خواسته که تمام مسئولیت و رسالتی که در قبال مردم و جامعه خود دارد او را ادا کند. و این بار هم خواسته که کنفرانس ملی رسانه‌ها را راه‌اندازی کند تا نقش رسانه‌ها یک اندازه روشن‌تر شود در آوردن صلح. ما نگران پیامدهای روند صلحی هستیم که با شتاب زدگی در طول اوضاع کشور جریان دارد و نگران این که خواسته یا ناخواسته آزادی بیان و مطبوعات آزاد، رشد نیمبند جامعه مدنی و حقوق بشر که حاصل زحمات و سودگذری‌های مردم افغانستان توان با حمایت‌های بی‌دریغ جامعه بین‌المللی بوده است، قربانی شتاب زدگی عجولانه روند فعلی شود. چگونگی پوشش رسانه‌ای موضوعات مرتبط با روند صلح و رشد گزارش‌دهی صلح در سطح کشور از موارد مهم بحث شده در این کنفرانس بودند. اگر روزنامه است، هفته‌نامه است یا ماهنامه است، یک صفحه اختصاصی یا ویژه در پیوند به بازتاب گفتگوهای صلح در امور رسانه ایجاد شود. اگر رادیو باشد، تلویزیون باشد، یک برنامه ویژه میتواند در زمینه شکل بگیرد. تهیه فیلم‌های مستند است که رسانه‌ها میتوانند فیلم‌های مستند، فیچر، داکومنتری را از گفتگوهای صلح تهیه کنند. اگر در سطح محل است، در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای است. بحث‌های آنلاین است. ژورنالیست‌ها میتوانند که نخبگانی را که در پیوند به این مسئله آگاهی دارند تحقیق کردند، کارشناس هستند، صاحب نظر هستند، یا به بحث‌های آنلاین را و بحث‌های رو در رو دعوت کنند تا این مسئله بیشتر حل‌آوری شود و با اون مسئله رفته شود و مردم در زمینه آگاهی بیشتر در روز دوم این کنفرانس پنل رویکرد رسانه‌ها نسبت به صلح نیز برگزار گردید که نمایندگان خبرنگاران حوزه‌های مختلف کشور در پنل مذکور حضور داشتند. تمرکز داشتن جامعه رسانه‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری صلح موضوع دیگری بود که در کنفرانس ملی رسانه‌ها پیرامون آن صحبت شد. ما از قشر آرای وطن این آرزو دارم و بخصوص از رسانه‌ها که در این راستا با قامت بلند گام بگذارند و در این راه نهر و جنگ و به خاطر صلح تمام مسائل قدرتتان را به خرج بدید تا در کشور صلح پایدار به میان بیاید. یکی از فرصت‌های خیلی اساسی در افغانستان که میتونن نقش خوبی در وارد کردن مذاکرات و گفتمان صلح و برآیندهای انسانی داشته باشند، نقش رسانه است. و اول رسانه است و دوم هم وجود یک کتله یا یک طیفی از روشنفکری است. همکاری نهادهای حکومتی با رسانه‌ها در بخش دسترسی به موقع اطلاعات مربوط به رایزنی‌های روند صلح سیاسی و اجتماعی که در داخل و بیرون از کشور جریان دارد و در نظر گرفتن حفظ آزادی بیان هم از موارد برجسته دیگری بود که اشتراک کنندگان این کنفرانس بر آن تاکید داشتند. اندازی بحث‌های مردمی و فراشهری، یعنی متمرکز بر قرا و قصبات، آنچه که مدیوتیک افغانستان امروز اینجا در بلخ انجام دارد می‌توانند نقش قابل ملاحظه را ایفا بکنند و در پرتو قوانین و با ایجاد زمینه‌های بحث روی حفظ ارزش‌های ملی و بین‌المللی با حفظ دستاوردهای خوب گذشته‌مان از این پروسه دفاع کنند. زیرا رسانه می‌توانند از کوشش‌های حکومت در زمینه صلح پایدار و تلاش نهادهای ملی و بین‌المللی دیگر و مردم افغانستان گزارش دهند تا مردم در روشنی آنچه صورت گرفته یا صورت می‌گیرد قرار بگیرند. من وقتی می‌بینم یک کس است
فلان کشور سر بلند میکنه، یک کسی از فلان کشور و یک کسی از جای مختلف در مورد پروسه صلح حرف میزنن. حیران میمونم به کدام منبع باید مراجعه بکنن. دولت افغانستان یک بخش مشخص در ارائه اطلاعات در مورد پروسه صلح بر خبرنگارا و بر مردم معرفی نکرد. من به عنوان یک گزارشگر با وکیل باید مراجعه کنم که اطلاعات دقیق به دست بیارم. د افغانستان خلک سولې ته ډېر زیات تږي دي، سوله غواړي، خو زموږ د ژوندانه او زموږ د تېرو دوه-درې لسیزو دوه لسیزو یا څه کم دوه لسیزو لاسته راوړنې دا باید په سوله کې محوه نه شي. د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ په باب چې کومې لاسته راوړنې د افغانستان خلک او ولس لري دا باید په پام کې ونیول شي. گر ماه آید بر زمین خلق دارش میزنند بی روسری بیرون میاد در شهر غوغا میشود. گر یوسف پیدا شود با آن کمال و دلبری شک نیست هر دوشیزه مثل زلیخا میشود.